سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز و علم پروران. بازم خداوند سپاسگزار هستیم که بار دیگر تونستیم به یکی از دیگر ویدیوهای اکادمی آنلاین ریاضی نزد حضور شما حاضر شویم و بتانیم یک کمک کوچک در قسمت درسی با شما شاگردان داشته باشیم. دوستان امروز میخواییم جمع افاده های الجبری را یا جمع پولینوم ها را بر شما تشریح کنیم. ما به خاطر جمع پولینوم ها چی کار میکنیم؟ ضرایب حدود مشابه را با هم جمع میکنیم. یعنی وقتی که ما دو افاده الجبری را جمع کنیم، حدود را جمع میکنیم با هم که حرفاشان و توانایشان یکی باشن. مثلا بیاین به مثال هایی که اینجا بر ما داده شده. A مساوی به 3x مربع جمع 5x منفی 9 B 4x مربع منفی 7x منفی 3 است. از ما خواسته میشه افاده A را با افاده B جمع کنیم. 3 دانه x مربع دیگه کجا x مربع داریم؟ اینجا دوستا x مربع داریم، جمع میکنیم. 3 دانه x مربع جمع 4 دانه x مربع 7 دانه x مربع. نمیکنی که توانا رو جمع کنیم. ما اغلب دیدیم در صنف‌های درسی خود که شاگردان توانا رو جمع میکنن. نه خیر دوستا، فقط اعدادش رو جمع میکنیم. x دیگه کجا x داریم؟ اینجا دوستا x داریم. مثبت 5 منفی 5 در جمع دو حالت داریم، هم علامه ها جمع، مختلف علامه ها منفی. اعداد مختلف علامه هستن، علامه بزرگ است. نگاه قیمت مطلقه البته دوستا علامه منفی. از 7 تا x که 5 تا x برم میمونه 2 تا x. عدد ثابت ما که هیچ حرف نداره 9، عدد ثابت ما که هیچ حرف نداره 3. هم علامه هستن. بله دوستا، از علامه ها یکی 9 جمع 3 میشه 12 دوستا. m مساوی به 3 مربع منفی 4 b منفی 5 b مربع n مساوی به 2 b مربع مثبت 3 b منفی 3 a مربع. m جمع n کنیم. خب a مربع میبینیم این قسمت دوستا a مربع داره، جمع میکنیم. مثبت 3 منفی 3 مختلف علامه از 3 که 3 بره 0. حد صفری در افاده گنجانیده نمیشه. 4 eb میبینیم کجا eb داریم؟ این دوستا اینجا داریم 3 eb منفی مثبت مختلف علامه. از نگاه قیمت مطلقه 4 از 3 بزرگ، علامه منفی. از 4 دانه که eb ما 3 تا eb بره دوستا 1 تا eb میمونه و 1 نوشته نمیشه. منفی 5 b مربع این قسمت b مربع داریم، منفی این مثبت مختلف علامه از بزرگش. از نگاه قیمت مطلقه بازم میگیم 5 نسبت به 2 بدون علامه بزرگ است، علامهش منفی. از 5 که 2 بره دوستا 3b مربع. a مساوی به 5x مربع y منفی 2xy مربع مثبت 5. b مساوی به 6 جمع 2xy مربع مثبت 3a مکعب. a را جمع b کنیم دوستا. خب 5x مربع y کدام جای دیگه که x مربع y باشه؟ اینجا دوستا x y مربع است، مشابه نداره این خودش، یعنی حدی که مشابه نبود خودش نوشته میشه. منفی 2 دانه xy مربع. خب میبینیم کجا xy مربع داریم؟ اینجا دوستا xy مربع داریم. منفی 2 مثبت 2 میشه 0. عدد ثابت ما مثبت 5، عدد ثابت ما مثبت 6. هم علامه ها یک علامه 5 و 6 11 و این مکعب هم که مشابه نداره خودش. بنان ای جمع بی 5x مربع y مثبت 11 جمع 3a مکعب. به این ترتیب دوستا ما افاده های الجبری جمع میکنیم. منتظر ویدیوهای دیگر ما باشیم. ما قریب انشاءالله پلان های مالی است که بعضی روزها سوال های کنکوری و سوال های که به حساب ستاره‌ای باشه انشاءالله به صورت تک فردی و جداگانه براتان حل میکنیم. از اینکه ما را تعقیب میکنین و از ما حمایت میکنین جهان سپاس. الله حافظ ناصرتان. تا ویدیو بعدی همه را به خداوند یکتا و بیامتا میسپارم.